وقتی انوای دادر اوگیتون رو از خانه پیش میکند بعد نگفتی نگویید. گپت راست. حالی پدرمان چه خل است؟ وضعیتشون خوب نیست. خونه های تازه کردمانید هر چی شدنش ممکن باید تیار باشه. خوب شده است. مردک مسئله خانه چی شد؟ صحبت کردید با دادرت؟ صحبت کردم. گفت که حالی وقتی این گپانه. چه خیلی وقتش نه. حاضر وقتش بعد دیر می شود. باز یک بار دیگر صحبت کنید. وقتی انوای دادر اوگیتون رو از خانه پیش میکند بعد نگفتی نگویید. ایرج شاید پدر رو با توشکن میبریم. حاضر آنجا اینجا وارد شدن. اونجا بریم. این شوخی؟ ها، آخه اینجا هم از نقطه نظر متخصصان هم از نقطه نظر تکنیکی خیلی پیشرفته است. چه خیلی خوب است که ما به اینجا اومده رسیدیم. فخر کردم. بله. ایرج من هم فیلال کارخانه‌مان رو در خوجند گشوده ایستادم. خبری زور ورشه. رحمت میخواهم که نه تنها برای مردم تاجیکستان برای کشورهای همسایه نیز خدمت کنیم. حاضر. آفرین. نگاه کن. نگاتیو شرکت در ماشین. عالی. میشه؟ عالی. بهترین. باور خرسان شدم. رحمت. دوستان میدونی وقتی که ما خورد بودیم و میگفتن که آینده تاجیکستان درخشان است. آینده تاجیکستان درخشان است. من فکر میکنم که این درخشانی فرا رسیده است. فرا رسیدگی. نگاه کن تینجی امانه آسودگی. برای رشد کرده سبزیدن هر چیزی که لازم است ما داریم. درست. فقط باید به یک نقطه نگاه کرده یک جای حرکت کنیم. منچه مسئله خانه رو چیکار کنیم؟ مهراویز ایستادیست. عقل داری یا نه؟ حاضر وقتی همه خیلی گپ است. بله همین حاضر وقتشه. فکر میکنی دوستان برای خبرگیری پدر آمد؟ برای چی تو امروز یک بار پدر رو سراغ نکرد؟ لیکن محض دینه پیدا شد و یک مقصد دارد. میخواهد خانه را صاحب شود. گپت راست.